سلام رفقا، چطورید؟ من حسام تویچم هستم و خوش اومدید به اولین کانتنت فوتبالی ما. آقا تا حالا کانتنت فوتبالی نساختیم. امروز اولین کانتنت فوتبالی، اولین ویدیوی فوتبالی ما داریم میسازیم. امروز میخوایم با هم دیگه تصمیم بگیریم که کدوم یک از این دو بازیکن بهترن. کدوم انتخاب میکنیم؟ کریستیانو رونالدو یا لیونل مسی؟ بدون هیچ معطلی اگه طرفدار این دو بازیکن، این دو ستاره هستید، حتما ویدیو رو تا آخر ببینید. اگر خوشتون اومد دکمه لایک رو بزنید و اگر طرفدارش حتما تو کامنت اسم فوتبالیست خودتو بنویس و اگر چنل سابسکرایب نداری حتما چنل سابسکرایب کن، اون زنگولم بزن که بدون هیچ معطلی بریم سراغ ادامه ویدیو. برو بریم. رونالدو یا مسی؟ سوالیه که سالهاست درگیرش هستیم و آخرش هم نفهمیدیم لیونل مسی بهتره یا کریستیانو رونالدو. رونالدو یا مسی؟ مسئله این است. بهتره یا کریستیانو رونالدو؟ شما بگید اگه میدونید. نظرتون تو کامنت ها بنویسید حتما برامون، چون امروز میخوایم کلا این دو نفر رو بیایم با هم مقایسه کنیم و ببینیم شباهت ها و تفاوت هاشون تو زندگی خصوصی و حرفه‌ای. اصلا نباید تو زندگی خصوصی و این داستانات قضاوت کنیم کسی رو. ولی من اول ویدیو بهتون بگم که من اون بچه بودم من خیلی فوتبال نگاه میکردم. الان مثلا فوتبال کم میبینم، مثلا فوتبال های مهم رو نگاه میکنم. قدیم که فوتبال نگاه میکردم طرفدار کریستیانو رونالدو بودم. اون موقع که کریستیانو رونالدو اولین تیمش منچستر یونایتد بود من طرفدارش بودم دیگه. یادش بخیر. رونی، گیگز، پیر شدیم خدا. ولی نباید کسی که میخوایم انتخاب کنیم مثلا طرف فوتبالیسته، از زندگی خصوصیش نباید مثلا اون انتخاب کنیم. نه چون که این پول داره من اون انتخاب میکنم، نه اینجور داستانا نیست. حالا بریم چی میگه. رونالدو عاشق 85 چون به بنازم داداش کریس عاشق 85 چه عددی. یه سال 1985 تو پرتغال به دنیا اومد. از اون طرف لیونل مسی عاشق 87 چون تو 24 ژوئن 1987 در آرژانتین به دنیا اومده. یعنی رونالدو 869 روز از لیونل مسی بزرگتر. نکته جالب داشت چرا پیچیده‌اش می‌کنی دیگه؟ بگو 2 سال دیگه، حالا 800 فلان روز از مسی بزرگتره. جالب اینجاست که پسر بزرگ رونالدو هم دقیقاً 869 روز از پسر بزرگ مسی بزرگتره. چه باحال واقعا. نمیدونم جریان چی بوده، مثلا نه داشت هماهنگ کردن تلفن زدن داداش حاضری مثلا یک دوست از این کارا. یعنی که به حال اینقدر دقیق ما نمیدونیم چه جوری عذاب در هر دو نفر تو خانواده‌های فقیر به دنیا آمدن و هر آدم موفقی تو خانواده فقیر به دنیا اومد. یعنی مثلا طرفو میارن میگن که از گذشته بگو، میگم از گذشته خفتباری داشتم، مثلا من انقدر وضع مالیم خوب نبود و فلان. همه اینطورین. ببین هر آدم معروفیش فیمسی، هر آدم که به موفقیت میرسه همچین زندگی داشته، هیچ موقع پولدار نبود. این پولدارایی که تو خیابون میبینی همشون منم. ببخشید تو خیابون راه میریم. هر دو زندگی سختی هم داشتن، به طوری که مسی از همون اول مشکل کمبود هورمون داشت و رونالدو هم بعد از تمرین فوتبالش تمونده غذای مشتری رستوران مکدونالد سر کوچه‌شون رو می‌خورد. چقدر سوزناک. اونا از بچگی تو محله‌های فقیرنشین شهرشون با دوستاشون فوتبال بازی می‌کردن و عشق به فوتبال و پشتکار و تلاش زیاد باعث شد تا به این جایی که هستن برسن. هر کی توی بچگیش تو بچه محلش فوتبال بازی کرد. همونطور که گفتیم مسی مشکل هورمون داشت و ممکن بود به همین علت فوتبالش تموم بشه که باشگاه بارسلونا نجاتش داد. رونالدو هم در نوجوانی مشکل قلبی داشت و به دلیل عمل قلب باز برخی دکترها توصیه کرده بودن فوتبال رو بذاره کنار، اما بعدا این مشکل حل شد تا دنیای فوتبال دو سوپر استار رو تو تاریخ خودش ببینه. هر دو نفر از همون بچگی بسیار با انگیزه بودن و هستن و هیچ وقت در برابر سختی و کوتاه نیومدن و مشکلات رو شکست دادن و همین هم باعث موندگاریشون در طی این سالها بود. واسه هدفاتون نتیجه چیه؟ واسه هدفاتون بجنگید. بدون شوخی دارم میگم، واسه هدفاتون بجنگید بچه‌ها. حالا من یه چیزایی دارم میگم ولی واسه هدفاتون بجنگید. خیلی مهمه که تا آخرش وایسی پشت کار داشته باشه. هر دو نفر 3 تا خواهر برادر دارن که البته مسی 2 برادر و 1 خواهر داره، اما رونالدو 2 خواهر و 1 برادر داره. پدر هر دو تو تیمای فوتبال مشغول به کار بودن و همین باعث شده این دو نفر هم از همون اول با زمین چمن آشنا باشن. پدر مسی مربی رده‌های پایه و پدر رونالدو تدارکاتچی یه تیم محلی بوده. پدر رونالدو به دلیل مصرف زیاد شنگولیجات نتونست زیاد پسرش رو همراهی کنه، اما پدر مسی از همون اول کنارش بود و الان هم مدیر برنامه‌هاشه. مادر هر دو نفر هم کارگر. اما بریم سراغ بحث شیرین عشق و عاشقی. مسی زیاد اهل عشق بازی و عاشقی و این داستانا نیست و از همون اول تو بچگی با آنتونلا دوست بود و تا حالا هم باهاش بود.
یک آدم هدفدار هیچ وقت دنبال حاشیه نمیره. هیچ وقت دنبال حاشیه نمیره. گوش کنید. اصلا من متوجه بشین منظور من چیه. به مثلا یخت شلوغی هم کرده ولی کلا بچه مثبتی و بهش قبلش پایبند بود. اما رونالدو اوه نگم برات. همه تپا رو ریده. انشالله با هر کی که گیرش اومده دوست شد و یکی دو بارم روابط نامشروع این داستانا داشته که متهم هم شده که البته بعدش تبرئه شد. اما پسر اولش یعنی جونیور معلوم نیست از کی به دنیا اومده و حاصل کدوم عشق جناب رونالدو. بنازم حلالت باشه. رونالدو مدتی هم با ایرینا شایک مدل معروف روس بود که چه دختری، چه بچه. بعدش چون به مادرش بی‌احترامی کرده بود اوشون رو گذاشت کنار و رفت با جورجینا مدل اسپانیایی دوست شد که اصلا از اون موقع به بعد رونالدو جان شکوفا شد، کلا گل انداخت. هر دو نفر از عشق الانشون 3 تا بچه دارن. البته همونطوری که گفتم رونالدو یه پسر داره که مادرش معلوم نیست کی. همسر مسی پسرزاست و 3 تا پسر زاییده و تا حالا هم جورجینا جان بنازم 3 تا پسر، هر 3 نفرشون اسطوره فوتبال میشن. حالا ببین هر 3 نفرشون ستاره میشن. یعنی بهتون قول میدم. 2 تا دختر و یه پسر به دنیا آورده. جالب مسی و رونالدو هر دو پسری به اسم متیو دارن. تو داداش رقابت توی فوتباله، نه دیگه تو زندگی دیگه. بچه اسم یکی باشه. زور داشت تا اینکه به دلیل مشکلات مالی باشگاه مجبور شد به پاریس سن ژرمن بره و دلارای قطری رو بزنه به جیب. اما رونالدو تیماشو عوض کرد و رفت اسپورتینگ لیسبون و منچستر یونایتد و رئال مادرید و یوونتوس و بعد باز دوباره رفت منچستر یونایتد. کلا ذات آدم‌ها هر جای مشخص میشه با کارها و انتخابش. این 2 سوپر استار فوتبال هم از این قاعده مستثنا نیست. با نگاه مختصر میتونیم متوجه تعداد تتوهای زیادی که روی بدن مسی هست شد. داشتن تتو خالکوبی در دنیای فوتبال رایجه، ولی با این حال کریستیانو رونالدو هیچ تتو خالکوبی رو بدنش نداره. به این دقت نکرده بودم. اصلا به این قضیه دقت نکرده بودم. راست میگه. هیچ تتویی روی بدنش نداره اصلا کلا. رونالدو به خاطر اهدای خون منظم و تاثیر منفی خالکوبی تو این پروسه رو بدنش هیچ خالکوبی انجام نداده. انصافا که دیگه من اینو خودم تعجب کردم. مسی هم انقدر بچه مثبته ولی رفته خب بدنشو تتو کرده، دفتر نقاشی کرده، ولی داشتن اینجا تعریفش کرده دیگه، بعدشو نگو دیگه. رونالدو که قبلا انقدر شیطونی کرده اینجا باز بچه خوبی شد. ناکن هر خوبی بی‌دلیل نیست، هر شیطنتی هم بی‌دلیل نیست. درسته یه نفر شیطونه، یه نفر خوبه، ولی از کجا معلوم که دل پاکی نداشته باشه؟ از کجا معلوم که قلب پاکی نداشته باشه؟ هیچ وقت آدم‌ها رو از روی ظاهرش قضاوت نکنیم. CR7 شخصیت خیلی شوخ و اجتماعی داره و با دوستاش و هم‌تیمیاش روابط صمیمانه‌ای داره. اما مسی آره شنیده بودم بچه لوتی مشتی خاکیه، با همه گرم میگیره سری، با طرفداراش خیلی سری گرم میگیره. کلا کم حرف و درونگراست و 2-3 نفر بیشتر رفیق صمیمی نداره. آقا اصلا از همون سالی که این لیونل مسی ما بدل لیونل مسی ما رضا پرستش رفتش جلو، چه میگن، با جلو باشگاه بود، کجا بود، رفتش جلو وایساد و اون بی تفاوت از کنارش رد شد، از همونجا فهمیدم مسی بسیار آدم مغروریه. تموم شد رفت. دیگه طرفدارای مسی نذارید این ویدیو بحث نکنم با من. سرش لایک خودش. رونالدو رژیم غذایی و تمرینات ویژه و سختی داره و لب به نوشابه و شنگولیجات نمیزنه، ولی مسی خیلی ریلکسه و همه چیزو آسون گرفته و تمرینات معمولی داره و راحت نوشابه و پرتقال داندان و ایناشو میخوره. و حتی پپسی رو هم تبلیغ میکنه، برخلاف رونالدو که شیشه کوکاکولا رو حتی تو کنفرانس خبری هم میذاره اون طرف. مسی و رونالدو به دلیل طرفداران بیشمارشون درخواستای زیادی برای تبلیغات میگیرن. تقریبا نصف درآمد سالانه این 2 نفر از تبلیغات. البته در این زمینه رونالدو از مسی موفق‌تر عمل کرده و حتی تو پیج اینستاگرامش هم تبلیغ قبول میکنه. البته در تبلیغات کریستیانو رونالدو خبری از این که لینکو بکشید بالا و طرفو تگ کردم و ازم پرسیدید مثلا این گردنبند از کجا خرید و این داستانا نیست. یه دونه عکس میذاره اسم یارو رو هم تگ میکنه، تمام میشه میره پی کار. راست میگه. مثلا فکر کن مثلا رونالدو تبلیغات گرفته استوری. خب بچه‌ها امروز اومدیم اینجا رستوران خیلی خفن توی سعادت آباد، بچه‌ها لینکشو میذارم پایین، حتما بکشید بالا بری رستوران رو ببینی، غذاش خیلی فوق العاده است. اگر طرف من بیای بهتون یه پیتزا سفارشی هم میذارم. کریستیانو برای روغن موتور کاسرول، ساعت تگ هویر و شامپوی کلیر و گوچی و چند تا درسته واسه شامپوی کلیر رو دیگه
آره شامپو کلیر که خیلی معروف شده بود دیگه اصلا تبلیغاتش. روغن موتور اولین نفر که تبلیغ کرد بود دیوید بکام بود. شرکت ترکی و چینی هم تبلیغ میکنه. مسی هم مشغول تبلیغ پپسی و چیپس لیز و این داستان است. دیدین دقیقاً اون حاشیه‌ای که رونالدو با کوکاکولا داشت و اینور مسی با پپسی مثلا قرارداد تبلیغات بست. اصلا یه چیز عجیبه، مثلا این دو نفر انگار با هم دیگه توی رقابتی هن. نه اینکه توی فوتبال، فقط توی زندگی شخصی، توی بحث کاری، بحث تجارت، اصلا همه چیز. اسپانسر ورزشی رونالدو نایکی و اسپانسر ورزشی مسی آدیداسه که این دو شرکت بیا دیدی اصلا کلا اصلا انگار تو رقابتن، توی تجارت، اصلا تو همه چی جدی هستن و سایه هم دیگه رو تیر میزنن. درآمد فوتبالیشون رو بخوایم حساب کنیم، رونالدو الان از باشگاه منچستر یونایتد سالانه 31 میلیون یورو، یعنی به عبارتی حدود 1000 میلیارد تومان در سال پول میگیره. ولی درآمد مسی بیشتره و لیونل جان هر سال 41 میلیون یورو، یعنی 1300 میلیارد تومان از باشگاه پی اس جی درآمد داره. رونالدو کارهای اقتصادی زیادی هم انجام میده. از فروش شورت ماماندوس شما بگیر، عطر و اتکلون و ساختمان‌سازی و هتل سازی تو نیویورک و شیکاگو و این داستان. اما مسی پولاشو میذاره بانک، فکر کنم سود بیاد روش. واسه همینم ثروت اعجوبه پرتغالی نزدیک به 1 میلیارد دلار، یعنی 27000 میلیارد تومان تخمین زده شده، اما ثروت اعجوبه آرژانتینی در حدود 600 میلیون دلاره که میشه حدوداً 17000 میلیارد تومان. همونطور که میدونید رونالدو علی دایی رو پشت سر گذاشته و الان رکورددار گلزنی تو رده ملی. اما تو رده باشگاه مسی وضعیت بهتری داره و تعداد گلاش بیشتره. از نظر عناوین فردی هم مسی 6 دانه توپ طلا در مقابل الان 7 تا گرفته. چند روز پیش 7میش هم گرفته و اینکه یه عکس اومده 7 تا رو کنار هم دیگه گذاشته و شده عدد 7 کنار عکس شماره 7 رونالدو. 5 دانه توپ طلای رونالدو داره. هر دو نفر یه بار 5 تا توپ طلا داره، نمیدونم همون 5 تا دیگه اونم نگرفته رونالدو. قهرمان قاره خودشون شدن، اما دستشون از جام جهانی کوتاه مونده. هرچند لئو فینال جام جهانی رو تجربه کرده، اما رونالدو 5 بار قهرمان باشگاه اروپا شده، در حالی که سهم مسی 4 بار بوده. بله خب اینم از شکافتن و مقایسه کامل رونالدو مسی. خب داداش الان ما به چه نتیجه‌ای برسیم؟ الان مثلا کدوم انتخاب کنیم؟ تو شما زندگی شخصیشو آوردی توی کار، بحث تجارتشو آوردی. یه کسی میخواد طرفدار یه نفر بشه، تو همون زمینه طرفدارش میشه. مثلا طرف فوتبالیسته، میگه مثلا فلان بازی این خوبه، تکنیک این خوبه، میرم طرف این میشم. طرف مثلا خواننده است، میگه صداش خوبه، تحریراش خوبه، میرم طرفدار این میشم. هنرمند میگه فلان بازیش خوبه، میتونه تو همه سبکا و ژانرها بازی کنه، میرم طرفدار این میشه. الان تو چه چیز منطقی آوردی که ما بخوایم طرفدار کدوم یکی بشیم؟ ولی میگم بچه‌ها اگه بخواید تصمیم بگیرین، همیشه سعی کنین منطقی تصمیم بگیرید. چرا من طرفدار اینم؟ چرا من اینو دوست دارم؟ خب میخوام شما بنویسید که طرفدار کدوم یکی از این دوتا فوتبالیست و ستاره جهان هستید، لیونل مسی یا کریستیانو رونالدو. حتما تو کامنت بنویسید که کدوم یکی از اینا بهتر از اون یکیه، کدوم یکیش خفن‌تره. و اگر دوست داشتید حتما این ویدیو رو لایک کنید. بچهای فوتبالی که تازه اومدن توی کانال من حتما کانال من سابسکرایب کنن و اگه اون زنگولم بزنن که دیگه خیلی خیلی ممنون میشم، چون واسهشون پیغام میاد هر موقع ویدیو بذارم. دوستتون دارم. بوس به همتون. آرزو میکنم که به تک تک هدفاتون برسید، به شرط اینکه خودتون پایبند هدفاتون باشید. هیچ دور نیست شما هم یه روزی مثل همینا میشید. دوستتون دارم. بوس به همتون. تا ویدیو بعدی. پیس.